یک افسانه عامیانه است. بعضی از مناطق کشور، مخصوصا مناطق کوهستانی، قدیمی‌ها معتقد بودن که در شب‌هایی که مهتاب هست، ماه کامله، کوه‌هایی که پلنگ دارن، پلنگ‌ها میرن روی بالاترین صخره‌ها می‌ایستن، میپرن ماهو بگیرن. میگن که پلنگ مغروره، با شکوه و نمیخواد بالاتر از خودشو ببینه. میگن صبح شب‌های مهتابی اگر در اون کوهستان ها رفت آمد کنید، توی دره ها جنازه پلنگ ها رو خواهید دید که پریدن ماهو بگیرن و خب طبیعیه که نگرفتن و پرت شدن پایین. از این افسانه عامیانه که مبنای بحثش خیلی مفصله، روانشناسان است، ولی از این افسانه عامیانه برای اولین بار منزوی استفاده کرده، غزل گفته. مطلع غزلش رو از این قصه آورده. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من برای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری، موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. چه سرنوشت غم انگیزی، این بیت فوق‌العاده است. چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت، ولی به